همایش سران سازمان کشورهای ترک زبان در شهر سمرقند به انجام رسید. در آن بیشتر در مسائل همگرایی و تحکیم این سازمان سخن کردند. برخی از اشتراکداران از پیچیده شدن وضع در منطقه یاد نمودند و خواهان امنیت کشورهای عضو شدند. صادر جباروف پرزیدنت جمهوری قرقیزستان و عضو این سازمان با اشاره به مسائل مرزی کشورش خواهان همکاری نزدیک با دولت‌های همجوارش گردید. Qirg'iz Respublikasi chirchataqning qanday g'ana turi bo'lsin. من بار دیگر تاکید کردن میخواهم که جانب قرقیزستان موقع خود را وابسته به بحث مرزی با راه مکالمه صلح‌آمیز و سیاسی و دیپلماتی نگاه می‌دارد. Bir jolu rastlayman. تقریباً 2 ماه پیش و اتفاقاً در همایش سازمان همکاری‌های شانگهای در همین جا که پرزیدنتان دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان در آن حضور داشتند، بین این کشورها مناقشه شدید مسلحانه سر زد و از دو جانب صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. این بار هرچند اشتراکداران همایش به مسائل مرزی زیاد مداخله نکردند، ولی دورنمای امنیت کشورهای عضو را بررسی نمودند. سران کشورها اظهار آمادگی کردند که در این سمت باید متحد باشند. کارشناسان حدس میزنند که مسئولان امنیتی این کشورها من بعد شورای علاهیده خود را تشکیل خواهند کرد. Ну, во-первых, здесь бы я хотел отметить, что данная организация не направлена против какой-то другой, третьей стороны. من تاکید کردن میخواهم که سازمان مذکور به ضد یگان کشوری غیر عضو روانه نشده است. مقصد آن پیش از همه حل مشکلات جای داشته است. اگر در دوره همایش در مورد مشکلات مرزی به یگان خلاصه عمومی آیند هم من فکر نمی کنم به تاجیکستان کوشش فشار آوردن کنند. از نگاه موقع ازبکستان همه مشکلات باید از طریق گفت و شنید و صلح‌آمیز حل فصل شود و با نظر داشتی منفعتی دو جانب فکر نمی کنم که در دایره این همایش مسئله مذکور به این زودی ها بررسی شود. یک موضوع اساسی همایش سازمان کشورهای ترک زبان رشد اقتصادیات در کشورهای عضو آن است. اقتصاددانها بعد باز شدن مرزها بین تاجیکستان و ازبکستان رشد اقتصادات منطقه را نظررس ارزیابی میکنند. ولی صادر جباروف گفت که هنوز از تاثیر منفی بیماری همگیر کشورش به تمام رها نگردیده است. کارشناسان هم تقریباً 2 سال باز بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان را از مشکلات عمده روز می‌دانند. بعد مناقشه مسلحانه آخر ماه اپریل سال 2021 دو جانب درهایشان را برای همدیگر بستند. قرغیزستانی هم تاجیکستانی هم o'sha برقرار اقتصادی rivojlanishi منطقه uchun juda مهم. برقرار کردن رشد اقتصادی و داد و گریفت بین کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان برای منطقه خیلی مهم است. باز بودن راه‌ها و گردش نقلیات بین کشورهای منطقه نه فقط زیر توجه این سازمان است، بلکه قبلا جانب ازبکستان این مسئله را در همایش سازمان همکاری‌های شانگهای نیز بررسی نموده بود. برای ازبکستان مهم است که حوزه اقتصادی آسیای مرکزی خوب رشد کند. همایش سران این سازمان از کمترین اتحادیه است که در آن تاجیکستان و روسیه اشتراک نمی‌کنند. تاجیکستان با دو کشور عضو سازمان کشورهای ترکی، ازبکستان و قرقیزستان مرزهای مشترک دارد و در این کشور دومین قومیت سر اهالی ترین بعد تاجیک زبانان را ترک زبانان تشکیل می‌کنند. روشن نیست سازمان صرفاً بر پایه زبان باقی خواهد ماند یا تاجیکستان نیز به آن دعوت کرده خواهد شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر سمرقند.